درود بر شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. ما تا اینجا اومدیم بررسی کردیم انواع آرتیکل و گفتیم که آرتیکل ها یا دفینیتیون، به انگلیسی به آلمانی دفینیتر، یا ایندفینیترن یا نول آرتیکلن. این سه گروه رو اومدیم بررسی کردیم. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ گروه بعدی که نگاتیو آرتیکل هامون هستن. بریم ببینیم داستانشون چیه. خب پس گروه بعدی نگاتیو آرتیکل یعنی چی؟ آرتیکل هایی که منفی میکنن. مثلا ما میگیم یک تیش، یک میز، یا میگیم این میز. خب یا میگیم هیچ میزی. بگید ببینم نوع هر کدومشون چیه؟ باریکلا، یک میز، یه میزی هست دیگه، حالا نمیدونیم دقیقا کدوم، بین هزاران میزی که میتونه وجود داشته باشه ما یکیشون رو داریم میگیم یکی از این میزا ممکنه مثلا خراب بشه، یا یکی از این میزا صورتیه. ممکنه هر کدوم از این میزها، از این میلیون ها میزها باشه. اوکی، پس این چیه؟ یک میز این دفینیتر آرتیکله. یعنی چی؟ یعنی نامشخصه. وقتی میگیم این میز دقیقا داریم اشاره میکنیم همین این میزه که جلو روبرومه این میشه چی؟ این میشه دفینیتیو، یعنی مشخص، معلومه دارم کدومو میگم. حالا هیچ میز، این هیچ هم دوباره توی زبان آلمانی ترجمه میشه به کاین. اوکی، کاین. حالا بریم مثالمون رو ادامه بدیم. گفتم این میشه چی؟ این میشه این دفینیتره دیگه، آین تیش. اگر چی باشه؟ اگر نومیناتیو باشه، فاعل باشه. بگم این میز صورتیه، در تیش ist schwarz. schwarz. der Tisch ist schwarz. اوکی، اینه. خب ولی وقتی دفینیتره، یعنی دارم میگم این ترجمه نمیشه، ولی دارم بهش میگم میز سیاهه، ولی دارم همزمان بهش اشاره هم میکنم، ولی معنی این نمیده. حواستون باشه، اینو میگم که یادتون بمونه. میگم چی؟ میگم der Tisch ist schwarz. میز سیاهه. قبوله؟ حالا چرا نمیگم دنتیش؟ وقتی میگم دنتیش که این توی جمله مفعول باشه. الان این چیه؟ فاعله، نومیناتیوه. اینجا چرا نمیگم آیننتیش یا آینمتیش؟ چون اینجا نومیناتیوه، مفعول و اینا نیست. حالا بریم سراغ نگاتیو آرتیکل. یعنی اون موقعی که میگیم هیچ میزی، هیچ زنی، هیچ ماشینی، هیچ ستاره هایی. متوجه منظورم هستید؟
ببینیم قضیهش از چه قراره. پس من اینجا یه دونه براتون کاین صورتی می نویسم که یادتون بمونه وقتی گفتیم نگاتیو یعنی کاین. خب از اول گفتم وقتی میخوام آرتیکل تشخیص بدم به چی توجه میکنم؟ به جنسیت که ببینم ماسکولین هستن، فمینینه یا نوتراله. باریکلا، نوتراله. یه چیز دیگه هم بود اگه گفتید. باریکلا، این که ببینم اسمم سینگولاره یا پلوراله، مفرده یا جمع. آخرین موردم بگید دیگه بهتون چیزی نمیگم. آفرین، نومیناتیوه، آکوزاتیوه، داتیوه یا گنیتیوه. باریکلا به شما. خب برو بریم. خب اگر ماسکولین بود و نومیناتیو بود میگم کاین. کاین تیش. قبوله؟ اگر فمینین بود میگم کاینه. کاینه فراو. اگر نوترال بود چی میگم؟ میگم کاین. قبوله یا قبول نیست؟ اگر پلورال بود چی میگم؟ میگم کاینه. بریم سراغ آکوزاتیو ها. آکوزاتیو ماسکولین میشه کاینن. فمینین همون کاینه میمونه و نوترال کاین میمونه. تو حالت پلورال چه میگم؟ میگم دوباره کاینه. درست میگم؟ بریم سراغ داتیو. کاینم. فمینین کاینر. و نوترال کاینم. حالت پلورال چی میشه؟ اگه گفتید کاینر. کاینن. تو این دفینیترها چی بود؟ آین نداشتیم. کاینن. حالا بریم گنیتیو. ماسکولین کاینس، فمینین کاینر، نوترال کاینس، پلورال یا جمع کاینر. باریکلا به شما. دیگه اسامی خودتون بذارید دیگه. کاین تیش، کاینن تیش، کاینم تیش، کاینس تیش، کاینه فراو، کاینه فراو، کاینر فراو، کاینر فراو، کاین اوتو، کاین اوتو، کاینم اوتو، کاینس اوتو، کاینشترنه، کاینشترنه، کایننشترنه، کاینرشترنه. موفق و پیروز باشید.